کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه، فانما اطعمه الله و سقاه. برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد. این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطاً نه بلکه نافهمیده. آدم فراموش میکند گاه من روزدار نیستم میخورد، این شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. رمضان موجود است. خدایا تمامی مسلمین و تمامی آن کسانی که در این خانه تو نشسته هستند، خدایا برخوردارشان بگردانی. خدایا اجری روزدار فقط وابسته به خدا یک و یگانه هست، عددش معلوم نیست. خدایا آن اجر بی عدد را در نامه اعمال این بندگانت کتابت بفرمایی. خدایا محبت خودت را، محبت تمام مسلمین را در دلهای ما نصیب و روزی بگردان. و خدایا محبت پیغمبرانت را، علی الخصوص محمد صلی الله علیه و سلم را در دل ما جایگیر بساز. خدایا محبت قرآنی که خود گفتی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب قرآن کتابی هست که در سخن خدا بودن شک و شبهه نیست و هدایتگر است از برای تمام عالمیان. پروردگارا در دل ما محبت قرآنت را جایگیر بگردان. و خدایا در روی دنیا خدا کند و پروردگارا دستی بندگی برداشتیم، این قرآن معظم و مکرم را حکم فرما بگردان. و خدایا دشمنان قرآنت را، دشمنان اسلامت را که هر روز یک فتنه نو، هر روز یک چاه نو برای مردم مسلمان میکنن، راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. پروردگارا اینها را در فتنه خودشان و در چاه خودشان سرنگونشان بگردانی. و خدای مهربان بر وجود همه این بندگانت تنی صحت را نصیب بگردان که این ماه را با پررگی روزه بگیرند. خدایا درد غم از خاندانشان، از وجودشان دور بساز. خدایا تمامی ناداری، کمبودی، فقر، تنگ دستی را از خاندان مسلمین پروردگار را برداشته بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وما انتم في اهل الشرك الا كشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او كشعرة الاسود في جلد الثور الاحمر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما خبر دادن، گفتیان مسلمان و مردم مسلمان که شعرت البیضا مثل یک تار پشم سفید است، فی جلد ثور الاسود، در پوست از برزگاوی سیاه به منزله یک تار از اون هست. یک برزگاوی سیاهی که پوست کلان دارد، رسول الله گفتند مردم مسلمان به منزله یک تار سفید در بین این پوست از کلان هست. او کشعرت الاسود، یا مثل یک تار موی سرخ فی جلد ثور الاسود، یا یک تار موی از سیاه در پوست برزگاوی از سرخ است.
یعنی رسول اکرم عدد مسلمان ها را بر ما و شما خبر دادند که خیلی کم هستند. در عصر امروز اگر نشاندادها خبر دهد که از 6 یا 6.5 میلیارد آدم در روی دنیا زندگی میکند، فقط از اینها 1 یا 1.5 میلیاردش مسلمان است و اطراف دیگر همه منافقین و مشرکین و کافرین چکار کردن؟ احاطه کردن. لکن الحمدلله که مردم مسلمان اگر در راه قدم زند خداوند بر او ثواب میدهد. اگر عادی ترین گپی که با زن خود گپ میزند خداوند او را ثواب میدهد. اگر سر یک آدم مسلمان دستمال میکنیم خداوند بر همین عادی ترین کار ما و شما ثواب میدهد. رسول اکرم گفتند حتی که اگر شما به زن خود خانه‌داری کنین خداوند در همون بر شما اجر میدهد. صحابه گفتند یا رسول الله آیا در خانه‌داری کردن ما هم ثواب است؟ رسول الله گفتند هر آینه اگر شما همین نطفه خود گفتند در زنی که بر شما جایز نبود، حرام بود، اگر می پرتافتین آیا گناهگار می شدین؟ گفتند بله گناهگار می شدیم. گفتند مادامی که نطفه خود در زن حلال خود می پرتایین هر آینه شما اجر می گیرین. خوش به حال مردم مسلمان که تمام رفتار نه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل. حضرت عایشه از شوهر خود محمد صلی الله علیه و سلم روایت میکند پیغمبر خدا گفتند خداوند انسان وقتی که می آفرد در جسم فرزند آدم 360 رگ را پیوست میکند. در هر یک وجود ما و شما 360 رگ و پیوند موجود است. این قدرت الهی است، این عظمت خداوندی است. چگونه ای که اگر در یک ماشینی که ما و شما رانندگی میکنیم در حرکت می‌داریم نظر کنیم که وایم از ساخت انسان گرفته شده است، تمام آن تکنیک و زوادی که در روی دنیا موجود هست همون از جسم انسان آموخته شده است. چگونه ماشین تیز حرکت میکند، چگونه میایستد که هر کدام او به خودش یک سیم دارد، یک آهن مخصوص دارد. خداوندم انسان را همچنین آفریدگی هست که هر یک رگ و پیوند ما یک کار را انجام میدهد. سعدی میگوید رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. ای رگهایی که در وجودت هست تو به منزله زمین هستی که 360 جوی بار در او حرکت میکند. در وجود تو هم 360 جوی باری هست که تو را در راه در حرکت می‌دارد. خوش به حالی آن انسان‌هایی که این قدرت الهی را شناختند و خلقت آدم، پیدایش آدم از جانب خدا دانستند. در دوام رسول اکرم گفتند فمن کبر الله و حمد الله و هلل الله و سبح الله و استغفر الله. اگر کدام شخص یک بار بگوید الله اکبر، یک بار بگوید لا اله الا الله، یک بار بگوید الحمدلله، یک بار بگوید سبحان الله، او عزل حجر عن طریق الناس، یا یک سنگ را پیغمبر گفتن از راه میگیرد و بیره میکند، او شوکتن، یا یک خار را از راه مسلمان ها بیره میکند، او عزما عن طریق، یا یک استخوان را پیغمبر خدا گفتن از راه بیراه میکند، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، یا امر معروف میکند یا نهی منکر میکند. عدد 60 و 300. خداوند بر همون بنده موافق همین 360 رگی که دارد 360 ثواب در نامه اعمالش می نویسد. زیرا که برای یک امر معروف و نهی منکر از من کردن یا از شما کردن 360 رگ خدمت میکند.
برای یک مسجد قدم زدن پاهایی که حرکت میکند 360 رگ این پایها را در حرکت میدارد. خداوند 360 ثواب در نامه اعمال همه شما امروز کتابت میکند به خاطر آنه که شما به مسجد آمدین، برای شنیدن امر معروف آمدین و اگر یک بار تکبیر گفته باشین به 360 شما ضربش کنین که خدا این ثواب بر شما نصیب گردانیده است. و خوش به حال اون برادرانی که در قد راه می آیند و آن چیزهایی که آزار مسلمان ها هست اونها را از راه به راه میکنند. رسول الله گفتند، ابی ذر روایت میکند حدیث، عرضت علی اعمال امتی، من شب معراج عملهای بندم تماشا که عملهای امت من نگاه کردم، حسنها و سیئها، هم دفتر گناه ها را نگاه کردم هم دفتر خوبی ها را نگاه کردم. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق. پیغمبر گفت دفتر نیکی ها را نگاه کردم، خواستم بهترین ثواب در کدام نیکی هست همونش خواستم بیابم. وقتی که بر من نشان دادن همان کار برآمد که شخص در راه می رود و آن چیزی که در راه پرتافته شده است او را از راه بی راه میکند. در این از همه ثواب زیاد را دیدم. یک سنگ است یا یک آدمی بگیم به تمیزی که در قد راه مسلمان ها توف می اندازد که طبیعت چندین آدم خیره میکند، ما و شما دیدم پس و یا به خاک است به پامان است دور می اندازیم تا که خاطر و دماغ یک برادر ما و شما ناخوب نشود. رسول الله گفتند در همین از همه دیده من ثواب یافتم. و حکمت دیگرش همین است که انسان وقتی خم می شود و سنگ از راه بیرون میکند یا نجاست یک انسان بالاش خاک می پرتاید، این معنای او را دارد که من تکبر نیستم، من سرکش نیستم، من خاکسار هستم. آدم تکبر، آدم سرکش، آدم مغرور هیچگاه به سوی اون نجاست نزدیک نمی شود. و وجدت فی مساوی اعمالها، پیغمبر گفت وقتی دفتر بدی ها را نگاه کردم خواستم که از همه بدی و ظلم برای مسلمان کدام بدی باشد که مسلمان در او گناهکار سخت‌تر می شود. فوجدت فی نخاعه تکون فی المسجد لا تدفن. پیغمبر خدا گفت یافتمش در همان عملی که انسان در مسجد داخل می شود و توف میکند در مسجد و یا نمی پشاند. انسان هایی که در مسجد توف می اندازند، یعنی نه در روی مالچشان، در روی مالچه توف کردن بین افشاندن این گناه نیست، زیرا وی همراه تو هست. لیکن در جای سجدگاه در مسجد از حساب بی حرمتی اگر شما بینی می افشانین یا آب دهانتان می پرتاین، رسول الله گفتن از همه در گناه وزنین ترین در دفتر بدی ها من در همین چیکار کردم؟ کشف کردم، در همین دیدم. رأیت رجلا یتقلب فی المسجد فی الجنه. رسول اکرم گفتن شب معراج من وقتی که در جنت سیر و گشت میکردم یک مردی را دیدم. نگاه کردم یک مردی را که هر گوشه جنت میخواست حرکت میکرد. پرسان کردم که این مرد چی درجات دارد؟ بر من میگه خبر دادن اون مردی هست من شجرت قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذي المسلمین. این مردی که میبینی که در باغهای جنت سیر و سیاحت دارد، این در دنیا یک روز به یک کوچه گذر کرد، یک نوده از بالای سر مسلمان ها کشال بود که گذشتگی انسان آزار اون نوده را میدید. این مرد همان نوده را قطع برید هر تا که یک برادر مؤمن و مسلمان ضرر نبیند. از این خاطر خدای را وارد جنتش کرد. از این خاطر کدام ما و شما در راه میگردیم، هر چیزی که میبینیم ما را آزار میدهد، البته برادر مؤمن ما و شما را آزار میدهد و یا از راه دور کردیم، انشاءالله ما و شما ثواب خیلی زیاد میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. در محبت هر کی او دعوا کند، در محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست. آیت اول به ما و شما هشدار می‌دهد، خبر می‌دهد، ندای مهربانانه الهی به سوی ما و شماست. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید، فرض گردانیده شد بر شما روزه داشتن این ماه مبارک رمضان، همچنانی که فرض گردانیده شده بود بر امتها و پیغمبرهایی که پیش از شما بودند، شاید که پرهیزکار باشید. این معنای تفسیر آیتی که اول بر شما قرائت کردم. از این آیت ما و شما چی را اخذ کرده میتوانیم؟ این اخذ کرده میتونیم که این ماه رمضان در امتهای پیشینم فرض گردانیده شده بود، یک ماه مکمل. بعضی انسان ها میگویند 3 روز است، 5 روز است، اینا کذب است، اینا دروغ هستند. خدا در قرآن ماه ذکر کردگی هست. یک ماه رمضان بر همه شما فرض گردانیده شد. کدام شما اگر فرضیت ای را انکار کنین، شما کافر هستین، شما مسلمان نیستین. آیتی که دویم بر شما خواندم، تحلیل امام شافعی را بر شما میکنم که حضرت گفتند ولا نبلونکم بشیء من الخوف. خداوند در این آیت بر ما و شما از روی تفسیر امام شافعی به ما و شما خبر میدهد که خدا میگوید البته به البته بندگان خودم را در دار حیات امتحان میکنم. با چی امتحان میکنم؟ من الخوف، از خوف. امام شافعی میگوید المراد من الخوف خوف من الله. مراد از این خوفی که خدا در این آیت به ما و شما خبر داد، خوف از خداست. خدا میگوید من از ترس خودم شما را امتحان میکنم. آیا در پنهانی و در آشکارا، آیا در روشنی و در تاریکی از من میترسید یا نمیترسید؟ شما را من امتحان میکنم. یک حادثه و یک عمل پیش شما میارم، در تنهایی هم میسنجم تان، در آشکارا هم میسنجم. کنی حال تو چگونه هست؟ کنی در همه صورتها از من میترسی یا نمیترسی؟ مراد از خوف امام شافعی میگوید همین است. والجوع موضوع ما و شما. المراد من الجوع صوم رمضان. امام شافعی میگوید خدا میگوید که من بندگانم در گرسنگی میسنجم، در گرسنگی امتحانشان میکنم. امام شافعی گفتند که این مراد از گرسنگی خداوند ماه مبارک رمضان در نظر دارد که آیا من یک ماه مبارک که عبارت از گرسنگی و تشنگی هست بالای بنده ها میارم، آیا طاقت دارن یا ندارن؟ آیا احترام ماه مبارک میکنن یا نمیکنن؟ آیا در امر خدای خود سر میفرارن یا نمیفرارن؟ در این من بندگان خدا امتحان میکنم. از این خاطر است که شاعر گفتند در محبت هر که او دعوا کند، کسی میگوید من محب خدا هستم، من محب پیغمبری خدا هستم.
صد هزاران امتحان بر وی کند. خدا در این 50 ساله و 60 ساله حیات شما صدها هزار امتحان بالای شما میاره. گر بود صادق کشد باری جفا، اگر دعواش حقانی باشد، در اصل محب خدا محب پیغمبری خدا باشد، تمام این مصیبت، تمام این سنجش ها را در گردن خود میبردارد و شکر میکند. گر بود کاذب گریزد از بلا، یکی اگر دروغگو باشد، دعواش دعوای دروغ باشد، اینا در حال خودشان را خواه در حالت رمضان باشد، خواه در حالت خوف از خدا باشد، خواه در